اول این پست اینستاگرام رو نگاه کنید، بعد کامنت های خنده‌دارش رو میخونید. شانه‌هایشان را به زور در تونل پر از آب جا می‌دهند و اسلحه‌هایشان را به سینه می‌چسبانند. سپس با پاهایشان ذره ذره به عقب می‌روند تا تمام بدنشان داخل تونل قرار بگیرد. با اینکه تونل پر از آب است، اما فقط به اندازه نفس کشیدن فضا وجود دارد و وقتی وارد شدند تنها یک راه خروج وجود دارد. آنها باید بدون اینکه غرق شوند به حرکت در این فضای تنگ ادامه دهند. این تونل حدوداً 3 متری بخشی از آموزش کماندوهاست و بالای آن هشداری برای نیروهای جدید نوشته شده است: وارد شوی می‌میری. نه ممنون، من برای گنجم نمیرم توی تونل، همون اول خفه میشم. اگه آب نره توی دهنم حتی میتونم تا صبح اونجا بمونم. اگه لوله بسته باشه چی؟ اگه موتور ماشین الف رو با موتور ماشین ب عوض کنید، بعد چرخاشون رو و بعد کم کم همه قطعاتشون رو با همدیگه جابجا کنید و آخر سر پلاکشون رو هم تغییر بدید، حالا بگید ماشین الف تبدیل به ماشین ب شده یا هنوز همون ماشین الفه؟ میخواستم بخوابم، این چی بود؟ عادی ترین سوال امتحان. الف ب شده ب الف، قبل این ب الف بود الف ب، یعنی ب و الف ب شده و الف ب شده.